برای کشم به این شکل یه سنجاق وصل کردم. خب از این قسمت که باز هستش سنجاق رو وارد کارم میکنم و باید به این صورت عمل کنید. پارچه رو به دور سنجاق جمع کنید و سنجاق رو به سمت چیز هدایت کنید. بعد از این قسمت بکشید. اینجوری کش وارد کارتون میشه. دوباره توضیح میدم. پارچه رو جمع میکنید و از این قسمت پشت سنجاق رو به جلو هدایت میکنید و روی کش سر میدید. در ادامه این کار رو دور تا دور انجام میدید تا کش دوباره به مرحله اولیه برگرده و اینجا گره میزنید. اینجوری کار ما تمومه و میتونید انتهای این کار هم که بازه بدوزید. خب من کل کار رو کش انداختم. دو قسمت کشم خارج شده. یه چین دادم و در نهایت هم که یک گره محکم بزنم. توجه داشته باشین که گره که میزنی محکمه. بعد اینکه گره زدید از پشت فشار میدید، از جلو فشار میدید و اضافه کار رو داخل میکنید. به این قسمتی که باز مونده رو چرخ میکنید. خب دوستان، همطور که میبینین کار دختر ما به پایان رسید و اینم نتیجه نهایی کاره. امیدوارم که ما رو حمایت کنید. ممنون از همگی.